یه نکته دیگه که حالا این سوال من بپرسم، الان این پنجره که من دارم میزنم میاد و کسی از همکارم میدونه چجوری من میزنم بین PDF و اینا سویچ میکنم، جابجا میکنم؟ من از این پایین من میزنم میاد از این قسمت پایین، ولی برای شما از این پایین همین نه اتفاقا میام برش این شورتکاتش برای اینکه کار راحت تر بشه. الان شما مثلا دارید PDF رو درس میدین، میخواید ورد رو باز کنید، موس رو میارید پایین، آیکون رو پیدا کنید، درست روش قرار بگیرین، کلیک کنید باز بشه، خیلی زمان میبره. ولی توی صفحه کلید اینو میتونید به دانش آموزان تدریس کنید، سرعت کار رو هم خیلی خیلی بالا میبره. توی صفحه کلید یه دکمه داریم Alt، یه دکمه داریم Tab. Alt و Tab رو بزنید همچین اتفاقی میفته. الان من Alt رو پایین نگه میدارم، Tab رو میزنم، یه همچین چیزی باز میشه. بین پنجره های فعال ویندوز میتونم جابجا بشم. میگم من Alt رو هنوز پایین نگه داشتم و Tab رو میزنم، میگم توی کدوم یکی میخواد، اجازه انتخاب داره. موقعی که مثلا من بخوام بیام اون ورد رو انتخاب کنم، میام رو ورد، Alt رو من برمیدارم، ورد باز میشه. پس شد چی؟ کدوم دکمه؟ Alt و Tab. دیگه کار رو راحت میکنه، لازم نیست من موس رو بیارم پایین هی کلیک کنم دوره برم بالا، کار سریعتر میشه. روی از ویندوز XP به بعد این Alt و Tab کار میکنه. ویندوزهای خیلی جدید اومدن یه ترفندی گذاشتن که دکمه ویندوز و تب رو میزنن که یه حالت این شکلی به قضیه میده. ویندوز رو تب زدم، بهم گفت مثلا امروز این پنجره ها رو باز کردی و میتونید این پنجره ها رو استفاده کنید. خیلی جالب نیست. Alt و Tab سریعتر کار رو در میاره.